حقیقتا این روزا به این فکر میکنم که فقط سفره که میتونه منو از بخش خسته کننده و تکراری روزها نجات بده و یا حداقل برای مدتی احساس کنیم که توی هیچ محدودیت زمانی و مکانی قرار نداریم. توی سفر انگار من از بقیه جلوترم، انگار از زمان جلوترم و بیشتر از قبل دارم زندگی میکنم. و من دارم به این باور میرسم که جمله راه بهتر از منزلگاه است واقعا درسته. سفر یعنی چیزایی رو ببینیم که حتی از قبل فکر نمی کردیم واقعا وجود دارن و یا حرفایی رو بشنویم که اصلا فکر نمی کردیم یه روزی بخوایم از زبون کسی اون حرفا رو بشنویم. به قول آلبرت کامو که میگه آزادی ما از سفر کردن‌هایمان معلوم می شود. کسی که دارایی‌اش را برای سفر خرج می کند در واقع دارد آزادی ذخیره می کند برای روزهای حسرت نخوردن. یکی از بهترین حسای دنیا میتونه تجربه حسهای ناشناخته توی یک شهر و مکان جدید باشه. دالای لاما میگه یک بار در طول سال به جای جدیدی بروید که پیش از آن نرفته اید. با سفر کردن میفهمیم که این زندگی ارزش خیلی از کارها رو ممکنه نداشته باشه، چون توی سفره که میفهمیم چقدر تو این جهان ناچیزیم و چقدر جای کوچیکی از این جهان رو اشغال کردیم. ولی یه زمانهایی تمام دارایی ما میتونه همین کنجکاوی برای کشف انسانها و مکانهای جدید باشه. من تکرار رو دوست ندارم. به این معنا نیستش که از نظم خوشم نیاد، ولی خب وقتی از تکرار میگم منظورم اینه که چرا با وجود اینکه فرصت عمرمون محدوده باید برای رسیدن به یک مقصد هر روز از یک مسیر بریم، با اینکه میتونه مسیرهای خیلی زیادی وجود داشته باشه و این مابین خودمون رو از لمس کردن، شنیدن، دیدن و بوییدن این همه خوشی‌های بیشمار محروم کنیم. و به نظرم تا زمانی که برنگردیم خونه هامون متوجه زیبایی‌های سفرمون نمیشیم.